بیا جلو. آقا برو نور رو ببین، این نور فابریکیشه. حالا ما یه دونه هدلایت زنیت Z1000 پلاس براش بستیم، این سمت راننده، این قدرتشه تکی. حالا بریم اون سمتش هم ببندیم. خب نصبمون تموم شد دوستان عزیز. نور پایین روشن. به به، نصب هدلایت زنیت Z1000 پلاس داخل نور پایین. خط نور 100%. کیفیت نورم که مشاهده میکنید، خط نور رو تنظیم کردم، چراغو دقیق در آوردم. بعد نور بالاش هم بزن برامون. این هم نور بالاش Z950. مهرشکناشون هم که زنون نصب کردیم. عالیه، مبارک. چاکرتم.